خدایا خود را بشناسم. کتاب خاطرات از ادبیات شناس و نویسنده شهیر تاجیک زنده یاد رسول هادی زاده. تهیه و صدا رامین هادی زاده. آموزشگاه تاجیکی سمرقند. سال 1937 به کورس یکم آموزشگاه پداگوژی سمرقند رقم 13 قبول شدم. کودکوار خرسندی می کردم که به این آموزشگاه داخل شدم. اول اینکه آموزشگاه نامداری بود مثل دانشگاه دولتی سمرقند. ثانیاً در اینجا معلمان معروف سمرقند کار می کردند که با پدرم آشنا بودند و هر بار که آنها را می دیدم آرزو می کردم که کاش به شاگردیشان برسم. سیوم این که آموزشگاه در چهارباغ خوشهوای جا گرفته در مرکز آن گلگشت سبز و شکوفان واقع بود. باغبان مرد آذری با نام علی تقیف باغ را در کمال زیبایی و تراوت نگاه می داشت و نهایت این آموزشگاه برای من از آن سبب مرغوب و مطلوب بود که در وقت خوانشم در مکتب 22 به مجلس‌های عیدانه آن آمده بودم که شاگردان کنسرت‌های خوب نشان می‌دادند، در صحنه نمایش‌ها می‌گذاشتند. باری از روی داخونده عینی نمایشنامه خیلی خوب به صحنه گذاشتند که آوازه آن در تمام سمرقند پهن شده بود. آموزشگاه تاجیکی سال 1931 از طرف کمیسریت معارف ازبکستان در سطح تکنیکوم پداگوژی تاجیکی به نام باومن تشکیل شده بود. کارل یانویچ باومن 1892-1937 خادم نمایان حزب کمونیستی بود و از سال 1931 چند مدت وظیفه کاتب یکم بیوروی حزب کمونیست را در آسیای میانه اجرا می‌کرد. بعد از آن که او را سال 1937 زندانی کرده به قتل رسانیدند، آموزشگاه رقم 13 را گرفت، همانا در حساب آموزشگاه‌های ازبکستان. سال 1938 در عین مأموریت و معروفیت یژاف همچون وزیر کارهای داخلی یعنی NKVD آموزشگاه نام این شخص را گرفت. بعد از آن که این شخص همچون دشمن خلق زندانی و مقتول شد به آموزشگاه نام لنین را دادند. و جز این در سمرقند آموزشگاه ازبکی بود، بلیم یورتی به نام استالین. تکنیکوم تاجیکی 2-3 سال اول در بنای نوی که شاید مخصوص برای این تعلیمگاه انداخته باشند در گذری خانقاه واقع گردیده بود. بعد تکنیکوم را به همان چهارباغی که در بالا ذکر شد کوچاندند. در سالهای جنگ وطنی در بناهای تعلیمی و مأموری چهارباغ گاسپیتال حربی جایگیر شد و آموزشگاه را به سرای ممه رحیم بای، این سرای با حشمت بای سمرقندی بعد از انقلاب سالهای دراز مکان مکتب و تعلیمگاه‌های گوناگون بود، واقع در سری کوچه قوش حوز بردند. بعد از جنگ آموزشگاه به جای اولش کوچید. پس از 2-3 سال وزارت معارف ازبکستان آموزشگاه را به تکنیکوم ورزش تبدیل داد. تحصیل به زبان ازبکی شد. اما گروه‌های تاجیکی باز 3-4 سال نگاه داشته شد و آخران این هم برهم خورد و به سری آموزشگاه تاریخی و آوازدار تاجیکی آب ریختند. چند سال پیش 50 سالگی آموزشگاه را تجلیل نموده مرا به مجلس جشن دعوت کرده بودند، ولی من نرفتم. زیرا تاریخ آموزشگاه را نه از سال 1931 بلکه از تاریخ تأسیس آموزشگاه ازبکی گرفتند. دوم اینکه در این آموزشگاه غیر از دیرکتوری آن یوسفی و باز چند معلم آموزشگاهی پیشین روحی تاجیکی در فضای تعلیم و در هوای چهارباغ نمانده بود. چند وقت پیش وینیتکه یعنی مجموعه عکس‌های نخستین ختم کنندگان آموزشگاه تاجیکی سالهای 1931-34 در دسترس من بود. از این عکس‌ها معلوم شد که در صف معلمان نخستین آن مثل ذهنی، عبدالحمید بقازاده، فتاح رحمتزاده، خالق میرزازاده و بقازاده از معلمان جوان بودند. احمد کمالی، محمود اسماعیل زاده، رئیس،
آموزگاران نامی و پاتجربه درس می‌دادند. در بین ختم کنندگان حبیب یوسفی، شاعر شهید و شهیر تاجیک و رحیم ایگنبردیف، معلم دانشگاهی سمرقند بودند. در این سالها پدرم و عمکم در پنجکند بودند. از همین سبب در کلکتیو معلمان این سالها نبودند. در سالی که به آموزشگاه آمدم، عمارت و باغ آن خیلی آباد و تازه و آزاده بود. 2 کارپوس تعلیمی، یک بنای خرد زیبای جداگانه برای دیرکسیه، تشکیلات کسبوی، تشکیلات کمسمالی و حزبی و یک بنای خوابگاه 2 آشیانه در داخل همین باغ بود. غیر از این 2-3 خوابگاه بیرون از دیوارهای باغ نیز وجود داشت. در آن سالها در محیط تحصیل هم در بین شاگردان و هم در بین معلمان آسایش و آرامی، ترتیب و تنظیم و دوستی و رفاقت صمیمی حکمران بود. در خاطر ندارم که معلم شاگردی را به جرم از صنف بیرون کرده باشد یا معلم‌ها بالای یگان مسئله یا منفعت خود با همدیگر مناقشه یا خصومت داشته باشند. این را با باوری کامل میگویم، زیرا پدرم معلم آموزشگاه از همکاران خود در خانه یاد کند همیشه از خصلت نیک و از گفتارهای ظریفانه و لطیفه‌های آنها نقل می‌کرد. حتی در سالهای نهایت شوم 37-38 که سیل بلای ترور شهر را به لرزه در آورده بود، در آموزشگاه همان آرامی و آسایش احساس می‌شد. آموزشگاه کابینت‌های تعلیمی مجهز داشت. در کابینت‌های فیزیک، کیمیا، طبیعیات، جغرافیه، اسباب‌های تجربوی، نقشه و خریطه‌های قطعات گوناگون جهان، ریاکتیوهای ضروری کیمیاوی و غیره موجود بودند و از این سبب در این کابینت‌ها درس‌ها را با شوق و هوس انتظاری می‌کشیدیم. خود معلمان یک جهان زنده علم و دانش بودند که مسئله‌های گوناگون مورد بحث درس را چنان با صحبت‌های شیرین و شرح و توضیح جالب و نشانرس بیان می‌کردند که گمان می‌کردید شما نه درس مشکل بلکه یک حکایت شوق‌انگیز 1001 شب را گوش می‌کنید. معلم‌ها همه صاحب معلومات عالی بودند. آنها در دانشگاه سمرقند تحصیل کرده بودند که آنجا درس‌ها به زبان ازبکی یا روسی تدریس می‌شد. ولی همه معلم‌ها زبان تاجیکی را خوب می‌دانستند و در خاطر ندارم که در سخن یگان کلمه روسی یا ازبکی وارد کنند یا به لهجه عام سمرقندی حرف زنند. تلفظ و تکلم آنها همه در دایره معمولی زبان ادبی تاجیک بود. می‌خواهم بعضی از معلمان خود را که سیمای آنها امروز پیش نظرم جلوه‌گر است و جلوه‌گر خواهد ماند یادآور شوم. معلم سالخورده ما در آن سالها استاد درس طبیعیات شریف ترسون بود. این مرد قاقینه میان قد در اصل از خاندان حلواپزها بوده، با مردم پیشور و عوام بسیار ششت و خیز کرده بود. سخن معلم تاجیکی تازه اما به آهنگ شیوهی مردم هنرمند بود. درس را هم با همین زبان بی تکلف می گذرانید. موضوعهای درس بتانیک، زئولوژی، آناتومی را به عباره و تعبیرهای خلقی چنان خوش ادا می کرد که از گفتار خاصی او لذت می بردیم. در ساعتهای خالی از درس اکنون خصوصا فصل بهار نوده نهال در دست در باغ آموزشگاه سیر کرده می گشت. گاه بیخ درختی را تازه می کرد، گاه زمین گلزار را خشابه می کرد. روزی پدرم پرسیده است که هم معلم درس ندارید مگر؟ جواب داده است ها ما 1 ساعت در هیدو هستیم. در وقت اوج کشت و کار گاه اسب یا برزگاوی را از کار آزاد کرده به پایش حلقه انداخته به علفزار آزادانه سر می دادند و همین آزاد گشتن آنها را هیدو می گفتند. شریف ترسون به همین عادت دهقانان اشاره کرده است. در سالهای جنگ باری به ضعف معده دچار شده به دکتر مراجعت می کند. دکتر تفتیش و تحقیق کرده بعد در بابت معالجه می گوید شما نباید گوشت گوسفند و روغن دون بخورید. از روغن مسکه هم کمتر استعمال نمایید. شریف ترسون گپ دکتر را خاموش کرده
بعد خندیده میگوید دکتر جان، این وقتها گوشت گوسفند و روغن دنبه را در بیداری آن طرف ایستاد در خواب هم نمیبینیم. اگر فرضاً یگان وقت گوشت گوسفند و روغن دنبه به دست افتد، یک سیری خورده میگیرم. بگذار در شهر آوازه شود که ترسونوف گوشت گوسفند و روغن دنبه خورده مرده مانده است. معلم کیمیا یوری اسرائیلویچ روبینوف یهودی محلی سمرقندی بود. مرد میان قد پرگوشت بود. در چشم عینک و موی مرغوله‌دار سیاه و در تن کاستیوم و کرته سفید و گالستوک داشت. چهره گشاد و سخنی نرمی داشت. دست را بیشتر به شوخی و متاعبه می‌گذرانید. اگر این نطری پالوان را به آب اندازید، پهلوانیشان گم می شود. در یک دم سوخته در درون آب خاکستر می شوند، می گفت و این را به ما نمایش می داد. تا خیلی وقت در آموزشگاه و مکتب ها معلمی کرد. چند سالها در پنسیه بود. بعضا در کوچه دیده مانیم کنی ملا عبدالرسول شما نغزید؟ از تاشکند از رادیو آوازتان را گوش کرده، از پدرتان در فکلته شرق نغز خوانده گشتنتان را شنیده خرسند می شوم، می گفت. خدا رحمت کناد، به من مهر صمیمانه ای داشت. معلم جغرافیه قمرالدین شمسیف خود را شاگردی پدرم می حسابید. درس جغرافیه را چنان با صمیمیت، چنان با احساس و دل و جان درس میداد که گذشتن وقت را ندانسته میماندیم. اگر از قطعه و مملکت‌های جهان سخن کند، به حد سرگرم نقل و حکایت و تصویر و توصیف میشد که گویا خود همان جاها را دیده است و همین حالا از سفر برگشته است. او یگان کاری ناخوش یا ناموفق را بیند، هب زابرزی گفته خطاب میکرد. از این سبب بعضی معلمان همصحبتش به ایشان لقب شمس بیزبرز را داده بودند. قمرالدین شمسیف به جنگ وطنی رفت و بعد از ادای خدمت به شهر تاشکند آمده در گزیته فرونزویتس به حیث کارمند بخش تاجیکی با رتبه کاپیتان کار میکرد. بعد از چندین سالها ایشان را تصادفاً در همین جا دیده ماندم. اکنون ما و ایشان گویا هم کسب و هم کار بودیم. من سرور ریدکسی ادبی تاجیکی رادیوی ازبکستان بودم. در این سالها او را یک مرد ریند، مرد آزادمنیش، رفیق غمخوار و مشفق دیدم. همسر دوست داشته‌اش هنوز پیش از جنگ فوتیده بود و در تاشکند به ازبک زنی بیوه خانه‌دار شده با وی خوش زندگی می‌کرد. در خانه‌اش صحبت‌های دلنشین برپا می‌کرد و همیشه از دیدار ما احراری مدحت بهبودی شاد بود. هر بار که پدرم از سمرقند به تاشکند می آمد، قمرالدین شمسیف می شکفت. طعام‌های لذیذ آماده می کرد. آزاد و شادانه شراب می نوشید و می نوشیدیم. بار پدرم را به پایست گسیل کردیم. بلیط خریدن مشکل بود. شمسیف از کاسه حربی بلیط خریده پدرم را تا وگان برآورده ماند. چمدان پدرم در کتف، خمار عرق در سر، نزد وگان آمده به زبان روسی کاپیتان شمس ایزاد دایت در آگو گویان راه را خالی کرد و پدرم را تا جای خودش برده نشاند. معلم شمسیف بعد از سبکدوش شدن از خدمت حربی در روزنامه آواز تاجیک به حیث مخبری مخصوص و بعد در وظیفه مدیر شعبه خدمت کرد. اما آخر زندگی به شمسیف آمد نکرد. همسر دومش نیز فوتید. شمسیف تنها ماند و به سمرقند پیش دخترش که از زن اولش مانده بود کوچیده آمد. 2-3 سال خوب زندگی کرد. بار آخر که به سمرقند آمده به دیدار معلم رسیدم، در وی اثری بیماری دق نفس دیده می شد. لیکن او مثل همیشه خوش صحبت و چست چالاک بود. بعد از چند وقت خبر رسید که شمسیف در ماه ینوری سال 1992 در سن 87 سالگی جهان را پدرود گفته است. معلم پداگوژی که در آموزشگاه صابرف شخصی نهایت آلفته، خوش لباس، نرم گفتار بود. سن او در همان وقت 35-40 بود. قامت بلند، روی دراز و چهره سفید داشت. سر و لباس همیشه پاکیزه و پیراسته. گالستوک موافق رنگ کرته انتخاب شده بود.
سالهای 1938-39 که در سمرقند ولوسیپد خیلی معمول شده بود، اما نه هر کس به آن دسترسی داشت، معلم صابرف ولوسیپدی گرانبهای خریده به آموزشگاه ولوسیپد سوار می آمد. صابرف با وجود آزادگی و خوشلباسی شخصی خشک مزاج بود و مثل دیگر معلمان به شاگردان نزدیک و مأنوس نبود. میخواهم درباره یک معلمی که مورد احترام و محبوبیت صمیمی من بود چند سخن گویم. این مرد محمدی حقبردیف نام داشت و از شاگردان خیلی صادق و تا آخر وفاداری پدرم بود. وی 3 یا 4 سال در آموزشگاه بازار نهال در سالهای معلمی و مدیریت پدرم تحصیل علم کرده بود و از همان وقت پدرم را احترام میکرد و صمیمانه دوست می داشت. حقبردیف قامتی بلند و بازوانی پهلوانانه داشت. چشمش همیشه از تبسم ناعیان می درخشید. خیلی معلم جدی بود. کم می خندید، اما اگر خندد در رویش گویا نوری پیدا می شد. نامبرده در آموزشگاه کمی زیادتر از 2 سال کار کرد، ولی هم در طرز تعلیم آموزشگاه و هم در مناسبت و معاملات بین معلمان نقش مثبتی گذاشت. به اخلاق و آداب شاگردان دقت کلان می داد. حتی گاهی در خردترین رفتار آنها. بار وقت تنفس در بیرون آهنگی را با هشتک کشیده می رفتم. مرا دیده آهسته از دستم گرفت و گفت هشتک کشی عموما عادت چندان خوب نیست، خصوصا در مکتب و باز خصوصا به شما شاگرد مکتب نمی‌زیبد. این سخنها به من سخت نرسید، اما تنبیه برای یک عمر شد. حقبردیف بعد از آموزشگاه به راهبری ساحه معارف گذشت. چند سال مدیر معارف ولایت سمرقند بود. بعد از جنگ 3-4 سال وظیفه کاتب اولی کمیته حزبی شهر سمرقند را اجرا کرد. این وظیفه مسئول و با نفوذی بود. دیری نگذشت و خریداران این کرسی به اصطلاح روغنین با تهمت او را از کار دور کردند. وی باز به معلمی بازگشت و در دانشگاه سمرقند از فلسفه و منطق درس می گفت. در آخر سالهای 60 برای دفاع از موضوع منطق به دوشنبه آمد. دوستی سمرقندی او دانشمند نامدار تاجیکستان بهاءالدینوف برای دفاع به وی خیلی یاری نمود. من هم در تألیف بعضی قسمت‌های رساله‌اش به شکل کتابچه مدد رسانیدم. بعد از دفاع تا آخر عمر در دانشگاه سمرقند استاد فلسفه بود و میان ضیاییان شهر و دانشمندان احترام و محبوبیت داشت. حقبردیف خواه در کرسی منصب باشد خواه نه، پدرم را فراموش نمی کرد و هر وقت از آن کس خبرداری می نمود. اگر فرصتی داشته باشد از صحبت‌های خیلی نمکینی پدرم بهره‌ور می شد. به اهل عائله ما، مادرم، خواهر کلانیم که معلم و مدیر مکتب میانه بود و خود من مهری گرم داشت. سال 1948 نزدیک فصل بهار در اثر خستگی روح و بیماری اعصاب خواندن را در تاشکند ترک کرده به سمرقند آمده و در وضع خیلی افتادگی و بی‌دماغی روز می‌گذرانیدم. حقبردیف وضع ناگواری مرا از پدرم شنیده روزی با فایتون خدمتیش، آن وقت سردار معارف ولایت سمرقند بود، به حولی آمده مرا همراه خود به تماشای اطراف سمرقند برد. در این سفر در مکتب‌های تاجیکی بودیم. صحبت‌های خوب معلمان و اهل دیهات را شنیدیم. خلاص بیگاهی به خانه با آسایش روح و اعصاب آرام برگشتم. در یک روزی گرم و نرم تیر ماهی سال 1978 در سمرقند بودم و به دیدار حقبردیف رفتم. از آمدن غیر چشم داشت من خرسند شد. در صحن حولی در نزد گلگشت خرد میز آراستند. قریب 2 ساعت صحبت کردیم. از دوستان خود و خصوصا پدر این جانب به نیکی یادآور شد. وقتی خیر خوش تأکید کرد که او را فراموش نکنم و در هر سفر حتما به دیدار همدیگر رسیده باشیم. اما در سفر دیگر سال 1979 شنیدم که معلم عزیز جهان را پدرود گفته است. در همان روزی که به دیدار آن کس رسیده بودم، آثار بیماری سرطان در وجود آن کس پیدا بوده است
با من گویا وداع کرده گفته است مرا فراموش نکنید. شادروان همیشه در یاد من است. در اول سال تحصیل 1938-39 معلم حق‌وردیف با یک نفر پیرمرد نورانی روس به کلاس ما درآمد و بعد از سلام و احترام گفت شاگردان عزیز، از همین روز سر کرده برای شما همین شخصی معتبر و محترم از زبان روسی درس میگویند. اسم این کس ولادیمیر ایوانویچ ارلاف از شهر نامدار لنینگراد هستند. حالا 2-3 سال در سمرقند استقامت خواهند کرد و ما ایشان را با کمال ممنونیت به کلکتیو معلمان آموزشگاه دعوت کردیم. سیمای نورانی و دلکش این پیرمرد بالا قدی قوی جثه زود به دل و دیده ما نشست. ریش نچندان کلانی مثل برف سفیدش رخساره او را روشن‌تر می کرد. در سر فرشکه سیاهی داشت که پیش از انقلاب اکثر ضیاییان روس خصوصا معلمان آن را می پوشیدند. چخوف عکسی دارد با چنین فرشکه. سرتوک سیاه دوخت قدیم و انگشتری کلان عقیقدار در پیش نظر ما شخص پاک خوش صورت و خوش سیرتی را مجسم می نمود. Здравствуйте, мои дорогие ученики. صدای بمی شیردار ارلاف در خاموشی صنف چون صدای آسمانی به گوش می رسید. اکنون که من معلم شما باشم، شما شاگردان من هستید. یعنی ما و شما باید یک تن و یک جان شویم. در همان صورت من به شما چیزی داده می توانم و شما از من چیزی گرفته می توانید. مضمون سخنهایی به زبان روسی گفته آن کس تقریباً به همین معنی بود. و از همین روز سر کرده ما درس ارلاف را مثل درس معلمان دیگر با اشتیاق و ذوق مخصوص انتظاری می کشیدیم. 1 سال معلم زبان روسی ما مردی تاتار قریمی بدقهر و انجقی بود که درس او را به زور گوش می کردیم و زود خسته و شلپر می شدیم. بعد از چنین وضع ناگوار معلم ارلاف چون آفتابی به صنف می در آمد و زود ما را گرمی و روشنی سخنهای آن کس فرا می گرفت. یک درس از گراماتیکا می گذشت، درس دیگر به خواندن، تحلیل و از برنمودن شعرهای شاعران روس جدا شده بود. خواندن شعر را با زده و فاصله های وزن و آهنگ منطقی یاد می داد. خصوصا شعر پوشکین را که شاعر خود را مثل شخص زندانی تصویر می کند و می خواهد که مثل عقاب آزاد باشد و به دورادور پرواز کند، در چندین درس تحلیل و توضیح می کرد. Сижу за решеткой в темнице сырой, вскормленный в неволе орел молодой. Мой грустный товарищ, махая крылом, кровавую пищу клюет под окном. Клюет и бросает, и смотрит в окно, как будто со мною задумал одно. Зовет меня взглядом и криком своим, и вымолвить хочет: давай улетим. Мы вольные птицы, пора, брат, пора, туда, где за тучей белеет гора, туда, где сияют морские края, туда, где гуляем лишь ветер да я. بعدتر فهمیدم که چرا ارلاف این شعر را با احساس و کوشایی مخصوص به ما آموخت. تا آنجا که آن را هم از یاد کردیم و به وزن و آهنگ‌های تلقین کرده ارلاف می‌خواندیم. بعد از گذشت 5-6 ماه پدرم حکایت کرد که ارلاف از مردان دانشمند لنینگراد بوده و عنوان علمی نامزد علم فیلولوژی را داشته است. در اول سال 1938 پسر او را چون دشمن خلق زندانی و به جایهای دوردست شمال دودکنه تبعید می کنند. به ارلاف و زوجه پسرش توصیه می کنند که لنینگراد را ترک نموده به سمرقند هجرت کنند. ارلاف از سرگذشت خود به پدرم مختصر نقل نموده خاموش به خیال فرو رفته است.
و بعد از چند دقیقه به طرف شمال به روسیه روی آورده این شعر را خوانده است: Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, послушный им народ. Быть может, за хребтом Кавказа укроюсь от твоих царей, от их всевидящего глаза, от их всех слышащих ушей. آن وقت در یاد پدرم فقط مصرع اول شعر مانده بود. بعدها با این شعر نقص‌تر آشنا شدم. فهمیدم که در سینه پیرمرد چقدر رنج و الم نهان بوده است، چقدر آه و گداز داشته است که جسم و جانی از وطن عزیزش دور افتاده را می‌سوزانیده است. لیکن این را نه همه می‌دانستند و خصوصا ما شاگردان که به درس‌های شوق‌انگیز و سیمای نورانی و دلکش او مهر بسته بودیم. ولادیمیر ایوانوویچ ارلوف از روشنفکران شناخته پتربورگ بود. هنوز پیش از انقلاب او با شاعر انینسکی و نویسنده اولگا فورش آشنا بود و با آنها در رواج مکتب‌های عمومی برای بچه‌های غیر اشراف در ترسک سلا خیلی خدمت کرده بود. بعد از انقلاب به عضویت حزب کمونیستی داخل شده در ساحه معارف نوی روسیه زحمات فراوان به خرج داده بود و یکی از اساسگزاران تعلیم یکجایی پسران و دختران روسیه بود. سال 1918 در اصلاحات مکتب و معارف روسیه فعالانه اشتراک کرده است. ارلوف مدیر اولین فاکولته کارگری دانشگاه دولتی لنینگراد بود. او تاریخ زبان و ادبیات روس را خوب می‌دانست. چندین زبان‌های اروپایی و شرق را بلد بود. این شخص فعال و دانشمند در سمرقند نیز فقط با تدریس محدود نشد و پیش از همه به آموختن زبان تاجیکی شروع نمود. با یاری پدرم گراماتیک تاجیکی را از خود نمود و تدوین لغت تاجیکی و روسی شروع نمود. مسوده های این لغت حالا در دست من است. میبینم و به پاکیزه کاری، دقت و جدیت علمی آن مرد شریف آفرین و احسنت میگویم. در ظرف 2 سال زبان تاجیکی را به درجه فرا گرفت که ترجمه تاریخ پرتیه را به زبان تاجیکی تحقیق نموده درباره کمبود و مزیت‌های آن در پراود تقریزی هم به چاپ رسانید. ارلوف تدریجاً به زندگی سمرقند و سمرقندیان عادت می‌کرد. با هیئت معلمان آموزشگاه انس و الفت گرفت و در یکی از حولی‌های کمونالی شهر نو استقامت می‌کرد و آمد و رفتش به آموزشگاه دشواری‌ها داشت. بنابراین دیرکتور آموزشگاه فایتون خدمتی خود را هر صبح برای آوردن ارلوف راهی می‌کرد و بعد از درس هم او را به منزل می‌رسانید. بعد از 1 سال چی شد که فایتون را از آموزشگاه گرفتند و رفته آی ارلوف باز به مشکلی عاید شد. از این دشواری علاج یافتن لازم بود. این علاج را خود ارلوف یافت. و پدرم گفت که چی می شود که او خری بخرد و مثل موی سفیدان سمرقند خرسواری را یاد گیرد و خرسوار به آموزشگاه آمد و رفت کند. پدرم گفته است که در این سن و سال خرسواری را یاد گرفتن یک شخص اروپایی امری محال است. بهتر آن است که ارلوف به پول خود خر بخرد و باغبان آموزشگاه تقیف به عرابه بیکار خوابیده آموزشگاه خر را بسته هر روز ارلوف را به آموزشگاه بیارد و باز پس برد. از بازار شهر کهنه خریدن خر و چند روز در حولی به آن نگاه و بین کردن خود یک داستانی بود که ارلوف با شوخی و متاعبه و مبالغه ها به پدرم نقل می کرد و پدرم این داستان را به ما حکایت می کرد. خلاص کلام چندی نگذشته بود که خر عرابه آماده شد و هر صبح از کوچه های سنگفرشی در آن وقت کم حرکتی سمرقند خر عرابه ارلوف از شهر نو به کوچه 10 بیت داخل شده به طرف آموزشگاه روانه می شد. خری کلان خاکستر رنگ توانا با ریزه 4 پای خود از زیر سومی نعلبندش صدا برآورده مستانه می دوید. هر یک طرف پیش تخته عرابه تقیف خلچوب و نوخته خر در دست نشسته گشت عرابه را اداره می کرد.
در پهلوی وی ارلاف با سورتوک سیاه دوخت کلاسیکی با ریش کلوته سفید و پنسنه در چشم، کله‌پوش چستی در سر، با سیمای جدی راست و پیش نگریسته آمیرانه می نشست. پرتفل چرمیش در پهلویش راست می ایستاد. من 2-3 بار این نما را به چشم خود دیده بودم و حالا هم همان نمودی سیر ارلاف در خرعرابه در پیش نظرم متصور است. در این میان جنگ سر شد. آموزشگاه را به جای دیگر کوچانیدند. آمد و رفت ارلاف به آموزشگاه کمتر شد. پدرم هم با چند معلمان شهر به مکتب نزد سمرقند به معلمی گذشت. ما از ارلاف کمتر خبردار بودیم و یک بار سال 1944 ارلاف از سمرقند به کجای رفت. پدرم گفت که سال آخر وی آدرس پسرش را پیدا کرده بود. شاید به پیش پسرش به جای تبعید او رفته باشد. تیر ماه سال 1964 در تاشکند در کتابخانه و ارخیف‌ها کار می‌کردم. ناگاه در شماره 28 نوامبر گزیته پراودا وستاک مقاله درباره کلمه تورش به چشمم رسید و پایان آن امضای وی ارلاف ثبت شده بود. در سرسخنی مختصری که آن را پسر مؤلف الکسی ولادیمیروویچ ارلاف نوشته بود، از سالهای سخت تعقیب گردیدن پدرش و فعالیت معلمیش در سمرقند نقل کرده است. شبهه‌ای نبود که نشانی از ارلاف پیدا کردم. به ردکسی گزیته تلفن کرده آدرس الکسی ارلاف را گرفتم. به دوشنبه بازگشتم و به لنینگراد به پسر ارلاف مکتوب نوشتم. درباره سالهایی در سمرقند بودن پدرش بعضی معلومات نو دادم و گفتم که در یکی از سفرهای نزدیکم به لنینگراد حتما با هم ملاقات خواهیم کرد. تابستان سال 1965 سفری به لنینگراد داشتم و به الکسی ولادیمیروویچ تلفن کرده به منزل او رفتم. و در ساحل نیوه که به خلیج فین نزدیک بود استقامت داشت. ملاقات ما نهایت گرم و نهایت هیجان انگیز بود. الکسی ولادیمیروویچ نقل کرد که سال 1937 وقتی که او در اکادمی حربی طبی لنینگراد به حیث دوسنت کار میکرد، او را به حبس گرفتند و به دودینکا تبعید نمودند. این شهری بود در شمال کشور کراسنایارسک در ساحل دریای ینیسej و آنجا اساساً زندانیان و تبعید شدگان کار میکردند. سال 1947 مهلت محبوسی او تمام شد و اما برای بازگشت به لنینگراد اجازه ندادند. سال 1945 ارلاف از مقامات اداره های مخفی اجازه گرفته با کلینش به دودینکا نزد پسرش می رود و از همین سال زندگی نیمازادانه آنها در دودینکا شروع می شود. ولادیمیر ایوانوویچ ارلاف فعالیت پربار معرفت آموزی و ترغیب ادبیات را اینجا گسترش می دهد. در اندک مدت او در بین کارگران و اهالی دودینکا محبوبیت و معروفیت پیدا می کند. در روز وفاتش در بهار سال 1953 در سن 83 سالگی مردم بسیار برای وداع در سر قبر وی جمع می آیند. پسرش بالای قبر پدر تخت سنگی گذاشته آنجا نام و نسب و سالهای زندگی او را ثبت کرده است. عکس این قبر حالا در دست من است. خود الکسی ولادیمیروویچ همچون عسکری سرخ سالهای 1919 در شهر سبز و اطراف آن برای برقرار نمودن حاکمیت شوروی در جنگ‌های شدید اشتراک کرده است. سال 1967 با دعوت مخصوص به مناسبت 50 سالگی انقلاب اکتبر به قرشی و شهر سبز چون مهمان فخری سفر کرده بود. همسری الکسی ولادیمیروویچ زنی خوشگل و مهربان از سمرقند و جایهای زیست و زندگی و دیدگیش سؤالها می‌کرد. بعد از این هر بار که به لنینگراد سفر اتفاق می‌افتاد به دیدار الکسی ارلاف و همسرش می‌رفتم. از بس که آنها فرزند و میراثخوار نداشتند، ارلاف مسوده‌های لغتنامه ناتمام پدرش را چند دفتر به من داد. چند صورت خود و پدرش این چنین یادداشت‌های سالهای مکتبیش را در تسرسک سلا و خاطره ملاقاتش را با شاعر انینسکی و اولگا فارش نیز به من داد. بعد از 2 سال به لنینگراد آمدم که زوجه الکسی ولادیمیروویچ در اثر بیماری سرطان در عذاب و اذیت‌های طاقت فرسا از جهان چشم پوشیده است.
در این ملاقات الکسی ارلاف خیلی روح افتاده و جسماً شکسته بود. بعد از 1-2 سال باز در لنینگراد بودم. بیگاه به الکسی ارلاف تلفن کردم. بعد از زنگ‌های دور و دراز آواز خسته او را شنیدم. بی آنکه پرسد کی تلفن میکند، خیلی با هیجان و صدای گرفته گفت: من قوت گپ زدن ندارم، به پای ایستادن نمیتوانم، ببخشید مرا، دیگر زنگ نزنید. این بود سخن آخرین که از او شنیدم. به گوشم چون آواز جانکنی رسید. دیگر تلفن نکردم. نمیدانم وی با کی بود و بعد از این چی شد. خیلی متأثر شدم. اندوه و غم جانسوز در سینه خلأ میزد. بله، این وداع ارلاف، صدای از زیر لحد برخاسته پدری وی، صدای درد و الم زندگی بی‌بقا و بی‌وفا بود. بی‌عدالتی و ظلم پیشگی یک نفر زندگی یک عائله سالم و قوی را بی ثمر و بی اثر خزان کرد. در این نوشته های من تنها به قول معروف زدیده ها 2-3 اشک چکیده آنها باقی مانده است و بس، و یک شعله شمع یادگاری نیک از موی سفید ارلاف و پسری وی الکسی.